به نام هر چی که ما رو به سمت نور میبره، به نام مسیح. شروع کردیم. بذار اصلا ریاکاری باشه، اصلا چرا نه؟ چرا ریاکاری نباشه؟ این هم آدم ریا میکنن، بذار اصلا فکر کنن ریا میکنی. مگه حرف مردم برای ما مهمه؟ هر چی دلتون میخواد فکر بکنی. روز اوله، یعنی شب اوله. خامگیاخواری که نه، ولی خب سبزی خوری و پنیرم میخورم. حالا اینا که میبینی یه دونه سالسه چی توشه، گوجه میخورم، نون. بفرم دلتون نکشه آقا، نکشه دلت آقا. چی توشه؟ حالا پیچی، فلفل، سیر، پیاز، همش مفیده. گوشت دست چی بخوریم آقا؟ وقتی خونه ما را کردن تو شیشه، گوشت چی بخوریم؟ گوشت بخوریم؟ سبزی بخور. مثلا قلب خوبه، مثلا روان خوبه، مثلا عصبانیت خوبه. گوشت زیاد میخوری اعصابت به هم میریزه. و ارتودکس هم میخوان شکار بکنن، میگن به حد شکمت شکار بکن، نه به حد چیزی که میخوای. به حد شکمت شکار بکن. منم شروع میکنم که همه شروع کنن سالم بخوریم آقا. قلب مگه چقدره که همه فشارش میذاری؟ ببین پیاز و میاز و سیرم تازه میخوام بریزم توش. پدر بزرگم همیشه میگفت سیر بخور. مادرم هم پرستار بود، دوتا عمام هم پرستار بودن. آقا سیر بخور آقا، قربونت برم، سیر بخور. واقعا که خوبه، خدا رو شد. مگه نمسی؟ رفیق گناهکارا، نه رفیق آدم خوبایی به ظاهر. سپاس، خدا نگهدار، شکرت مسیح، استقامت تا ابد.